قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. گفت خداوند می‌فرماید گاوی باشد که نه برای شخم زدن رام شده و نه برای زراعت آب کشی کند، از هر عیبی برکنار باشد و حتی هیچ گونه رنگ دیگری در آن نباشد. گفتند الان حق مطلب را آوردی. سپس چنان گاوی را پیدا کردند و آن را سر بریدند، ولی مایل نبودند این کار را انجام دهند.